سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ خوش اومدین به قسمت اول پادکست ما و اینکه خیلی خوشبختم که قرار از این به بعد هر هفته یه قسمت یا دو قسمت رو ما توی کانال بذاریم. توی این برنامه قرار کلی در مورد چیزای باحال صحبت بکنیم، در مورد خاطراتمون، روابطمون و حالا مسائلی که داشتیم. فقط همین اولش باید بگم که چیزایی که ما میگیم نظرات شخصی خودمونه و تجربه های خودمونه. میتونه غلط باشه، میتونه درست باشه، ولی صرفا نظرات شخصی ماست و چیزایی که ما تو این سالها دیدیم. امروز ما 2 مهمون داریم. البته مهمون که نه دیگه، 2 از همکارای منن که قرار با همین پادکست رو برای شما ببریم جلوتر. احتمالاً هفته‌های بعد مهمونای دیگه هم بهمون اضافه میشن. دوست اولمون سارا هستش که از ونکوور سارا جان من معرفی بکنم بعد که از ونکوور ما در خدمتشون هستیم. و دوست بعدیمونم ما قرار مهندس صداش بکنیم که از روم به ما اضافه شده و قراره که ستایی پادکست رو با هم داشته باشیم. خب سارا جون خودتو معرفی کن تو. سلام، خیلی خوشحالم اینجا و معرفی که شما معرفی کردین دیگه. من سارا هستم، قراره با هم یه کار جدیدی رو شروع کنیم. ایول، خیلی هم عالی. خب مهندس شما چی؟ سلام عرض میکنم، من هم مهندس هستم اگر پشت در نظرش نگیرید. و اینکه من هم خیلی خوشحالم از کاری که شروع کردیم. امیدوارم که خوب باشه، در طول مسیر هم بتونیم بهبودش بدیم. ایول. مهندس روم هوا چطوره؟ خوبه اونجا؟ عالی مهندس، عالی. ایول، خیلی هم عالی. همه شما خالی. سارا ونکوور هوا چطوره الان دیگه ابری عشق میکنین دیگه نه؟ خب یه جوری مهندس گفتن عالی عالی، منم دلم خواست روم بودم واقعا. آره این تشریف بیارید. این اروپایی‌ها لعنتی‌ها نه گرما دارن نه سرما دیگه. آره. همیشه هواشون هوای دو نفره است. دقیقاً همیشه خلاصه یه کاری میکنن که آدم بهشون یه حس حسادتی داشته باشه، حالا مخصوصا به آب و هوا. دعوت کنیم تشریف بیارید. متشکرم. بریم یه سر بریم پیش مهندس روم. لعنتی هواشون 2 نفره است دیگه. بری بار و هواشون 2 نفره است، چجوری بریم 3 نفره بریم؟ نه دیگه ما میریم نفر دوم خودمون رو پیدا میکنیم دیگه. نه ما میریم نفر دوم خودمون رو پیدا میکنیم دیگه. چرا باید با مهندس نفر دوم بشیم؟ مگه ما گیم؟ حالا شاید مهندس باشه ولی من نیستم. سالی که نکبوس از بهارش پیدا. به خدا مهندس میبینی؟ خب آقا شروع کنیم. سارا تو شروع کن، یه ذره از خودت بگو، از رابطات بگو، از گذشتت بگو، هر چی دوست داری. من شروع نکنین، من نمیدونم از کجا باید بگم. جدی؟ از من شروع نکنین. خب مهندس تو من وقت بدین. مهندس تو شروع کن. من بگم. خب از کجا شروع کنیم؟ از قسمت پزشکی عمومی یا تدریقات شروع کنیم یا نه بیایم جلوتر و از مهندس اولین دکتر بازی تو کی کردی؟ من واقعیتش خیلی کنجکاو بودم و فکر میکنم مثلا هول و هوش 6-7 سالم بودش که یه خواهر برادری کوچیک همسن خودم همسایه‌مون بودن و علاقه من به حوزه پزشکی و درمان از اونجا شروع شد. بعد یه ذره اومدم جلوتر، مثلا فکر کنم هول و هوش مثلا 10-11 شد اون اولین تجربه مثلا یه بوسه‌ای که یه حس و حال متفاوتی داشت و اصلا آدم یه قیری میره اون اولش و اینا گذشت با همین حوزه پزشکی تا رسیدیم به قسمت تخصصی. فکر میکنم من هول و هوش 15 سال اینطورا بودش و با یه عزیزی دوست شدم که از منم بزرگتر بود چند سال، مثلا هول و هوش مثلا 18-19 سال، اما خب خیلی خوب بود. یعنی من هر وقت هر جا میشینم بحث اولین رابطه باشه میگم خدا خیرش بده. اون من رو تربیت کرد، آماده کردش، فرستاد تو جامعه که بتونم یه شخص مفید برای جامعه باشم. خدا خیرش بده. واقعا تاثیر داره به نظر من، نظر شخص.
که آدم اولین رابطهش رو با کسی تجربه بکنه که هم درک داره از این موضوع، هم میتونه چیزی رو بهش یاد بده که زمانی که حالا روابط دیگر تجربه میکنه امکان ورود و ادامه دادن اون رابطه ها رو داشته باشه و با یه دید اشتباه و صرفا جنسی سطحی نره توی اون رابطه و بخواد صرفا فقط همین موضوع رو نگاه بکنه. برای همین خیلی تاثیر خوبی برای من داشت. من خیلی راضی بودم از اتفاقی که افتادش و روابط بعدی من تا یه تایمی براش خدا خیرت بده میفرستادم. مهندس چقدر رفتین مهندس چقدر توی این رابطه رفتین جلو؟ تا کجاش رفتین جلو؟ از چه نظر بگم؟ مهندس خیلی واضح دارم میپرسن دیگه. چقدر آمپول زدید؟ چند بار آمپول زدید؟ ما تقریبا فکر کنم مثلا 6 ماه 7 ماه با هم بودیم و خیلی هم بدشانسی آوردیم که متاسفانه جدا شدیم. یعنی یه بیشتر بودش خیلی میتونه در آینده من تاثیرات متفاوتی بذاره. بعد اون 6 7 ماهی که با هم بودیم تقریبا میتونم بگم، من بعد مدرسه مثلا تایم داشتم دیگه، تقریبا میتونم بگم مثلا فکر میکنم 2-3 روز در هفته رو من میرفتم خونه یکی از دوستان که با هم دیگه درس بخونیم و پلی استیشن بازی کنیم، در چیزی که به خانواده میگفتم. و خیلی بخوام بگم چه جوری تاثیر داشتش برای من، چرا برام بولد هست اون اولیه و تا همین امروز هم خیلی چیزایی که مثلا صحبت شده رو بگیم آموزش هر چیزی تو ذهنم دارم و حتی شاید مثلا اگر خودم هم با نسل جوونی آشنا بشم این تجربیات رو انتقال بدم که اوکی وارد رابطه میشی، از دید من دختر چه چیزهای خوبه چه چیزهای بده. الان شما دختری بگی. الان شما دختری بگی. نه بذاری تیکه من دختر رو سارا بگی. نه اینو اون شخص به من میگفت که من دختر اینها رو اوکی هم اینها رو اوکی نیستم. خب مثلا میخوای شروع بکنی معاشقه این دلیلشه و این شکلی هم انجام بشه میتونه خوب باشه، اما هر کسی قلق خودش رو داره. خب این خب چیزیه که شما حالت عادی با خیلی بری توی جامعه و توی روابط مختلف تا یاد بگیری که اوکی همه یه شکل نیستن، همه یه چیز رو نمیخوان. دلیل نمیشه که اگر یه چیزی رو فکر میکنی درسته از طرف مقابلت هم همین دید وجود داشته باشه و اونم راضی باشه. تعامل قبل از رابطه رو مثلا خیلی‌ها نمیدونم و به مرور باید یاد بگیرم بعد کلی شکست. اما خب من اینو یاد گرفتم که اوکی میخوای وارد رابطه بشی اول بشین صحبت کن، مثلا چه نمیدونم رفتارهای جنسی داری، چه سلیقه‌ای داری، اصلا ببین مچ میشی یا نه. برای همین میگم خیلی چیزهای بیشتر آموزشی خوب بود تا چیزهای دیگه و میتونم بگم تجربه اول خیلی خوبی بود برام. این از تجربه اول. خب مهندس جان حالا بریم سراغ خیلی جالب بود. سارا شمایی. خیلی جالب بود. من داشتم فکر میکردم که مثلا برای خود شخص من همچین تجربه ای نبود. من یه دفعه افتادم وسط بازی و این خیلی گنگ و سخت بود بدون اینکه هیچ ایده ای داشته باشم. ولی بعدها الان که داشتین میگفتین، داشت مهندس داشت صحبت میکرد، داشتم فکر میکردم که این داستان معاشقه و اینکه برای هر فردی فرق میکنه رو من نه تو رابطه اول خیلی دیر بهش رسیدم، ولی داشتم فکر میکردم چقدر قشنگ بود که آدم اینا رو یاد میگرفت یا یه توضیحی داشت. آره نحوه شروع خیلی مهمه، خیلی تاثیرگذاره و اینکه معاشقه بخش خیلی بزرگی از جریانه. خب حالا بخوای اولین تجربه تو بگی سارا جون چی میگی؟ چه جوری تعریف کن برامون؟ نه اصلا تجربه خوبی نبود، اصلا نمیخوام بگم، ولی میخوام از تجربه های بعدی بگم، تجربه‌ای که دوست داشتم. اولین تجربه خوبه چندمین رابطت بود؟ نه اینم نمیتونم جواب بدم که یعنی الان حضور ذهن ندارم. اولین تجربه خوبم رابطه اولت میگی خوب نبود، چرا خوب نبود؟ این چرا خوب نبودش رو باید دقیقاً بگی. چیش خوب نبود؟ دوستش نداشتی؟ دوستت نداشت؟ همه چی فقط تو رابطه خلاصه؟ نه مسئله دوست داشتن و اینا بود، چیز نبود. نه اتفاقا یه رابطه‌ای بود که برام خیلی جالبه. من یه چیزی حدود 2 سال فکر کنم یه رابطه تلفنی داشتیم
و بعد از 2 سال ما یه رابطه، مثلا اولین رابطه حضوریمون بود و اینا، و اتفاقا مسئله دوست داشتن و اینا بود و همه چیز اوکی بود، ولی هیچ ایده ای از مثلا چیز رابطه، از سکس اینا نداشتم. دختر خیلی بچه درس خونه، آفتاب محتاب ندیده. البته آفتاب محتاب ندیده که ما اون موقع خیلی کتاب میخوندیم، یعنی هر چیزی که راجع به این چیزها بلد بودیم و تو کتابای رمان خونده بودیم. یه سری هم اون موقع مثلا مد شده بود، مثلا 17-18 سالمون بود، رمانای من مثل آقای مهندس تو 15 سالگی شروع نکردم، من خیلی دیر شروع کردم. خیلی دیر. من تازه مثلا توی 17-18 سالگی شروع کرده بودم رمانا، از این رمانای اعتمادی مثلا اون موقع مد بود، رمانای فارسی مثلا خیلی پیش پا افتاده، اونا رو خونده بودیم. الان که فکر میکنم میبینم که تو اونام اینقدر جزئی ننوشته بود ماجرای سکس و شاید ما تصویرسازی خیلی قوی داشتیم. بعد یعنی همه اطلاعاتمون اون بود، اینجور اینترنت در دسترس نداشتیم، یا از کسی نمیتونستیم سوال بپرسیم. من اصلا یه چیزی بگم از اولین چیز، من اصلا جریان داستان پریود و باردار شدن و من اولین دوست پسرم برام توضیح داد. خدا اون موقع وکیلی. اینا باور کن این بده. دانشجو بودن اون موقع، از این یه درسی بود تو دانشگاه، تنظیم خانواده. آره آره. تنظیم خانواده بود اسمش. اینا با اینکه دانشجو مهندسی بودن، مثل که یه قانونی بود که برای یه سری از دانشگاه ها این درس نبود، ولی برای یه سری ها بود که اینا که دانشجو مهندسی بودن خیلی شاکی بودن. ولی این یادمه که 8 صبح کلاس تنظیم خانواده داشت، بعد میومد برای من توضیح میداد با جزئیات. بعد من هیچ ایده ای نداشتم، نه از پریودی چیزی میدونستم که اون چرخه پریود چیه، اون نمیدونم دیواره رحم فرو میریزه و اینا مثلا این که از سر کلاس یاد میگرفت میومد برای من توضیح میداد، یا اصلا داستان بارداری اینا. مگه این چیزا رو آره الان یادم مگه این اومد. چیزا رو مادرها به دخترها یاد نمیدن حالا تو سن مثلا 9-11 سالگی؟ نه اونا تو کتابای جمهوری اسلامی اینطوری میگن، وگرنه آه. نه تو واقعیت من ندیدم. نه مامان من نه مثلا تو یاد نداد اولی بار هیچ که وقت. پریود شدی مامانت نگفت چیه این داستان، مثلا برای چی اینجوری میشی، همینجوری نه خودت اصلا فهمیدی؟ اصلا. آره بابا من شاید تا چندین ماه یواشکی چیز بودم، به کسی هم نمیگفتم، حتی به مامانم هم نمیگفتم. آره ما چه داستانهای سر پریود داشتیم، خیلی چیز عجیبی بود. من میدونستم یه اتفاقی میفته، بعضیا میگن که آقا مریض شدیم داریم میمیریم و اینا، نه در اون حدم چیز نبودم، ناآگاه نبودم. ولی نه یا تو خانواده ما اینطوری نبود، من تو دور و بریام هم ندیدم هیچ کس با مادرش انقدر چیز باشه که براش توضیح بده و اینا، یا دوره ما این حرفای بدی بود. نمیدونم. اوکی. ما ولی این خیلی داستان تابو پریود داشتیم این چیزا. آره مهند... خیلی تابو بود خیلی. مهندس شما اولین بار که پریود شدی؟ پریود مردونه. من فکر کنم همون موقعی که با همون دوستم کات کردم، جدا شدم، اولین باری بود که تجربه کردم یه همچین چیزی رو. خانواده فکر نه کردم نه مثلا اون افسردگی بلوغ و اینجور چیزا، اما نه خودم فکر میکنم منظورم از پریود مردونه اون ارضا شدنه بود. اولین بار که شما چیز شدی. آها خیلی اوکی دیگه دیتیلز همون موقع نمیتونم بگم چون یوتیوب فیلتر میکنه. آره اوکی همون 15 سالگی، همون فکر کنم روز 3 یا 4 آشناییم بودش. واه چه سریع. خیلی خوب بود، من خیلی بپرسم خوب چند بود. سالتونه؟ من خیلی جوون هستم، 30 بچه خورده ای. ها سنا رو میتونین اگه دلتون نمیخواد میتونین واقعی نگین، چون قراره که یه ذره پرایوسی بمونه. سنا رو میتونین بگین، میتونین نگین، کاملا داست 30 خودتون. خورده ای، بین 30 تا 35. بذارین اینجوری بگم، بین 30 تا 35. بعد ببینید حرفتون رو قبول دارم. بحثی که هستش اینه که ما تو کشوری متاسفانه زندگی میکنیم که میکردیم که آموزش اصلا تو این موضوع وجود نداشت به شکل درستی، خیلی کم بودش. چیزی که مثلا توی تنظیم خانواده بود اوکی، خیلی بخش های مهم جنسی و حداقل از دید درمانی و بهداشتی کاور میکرد اوکی،
اما از نظر اینکه رفتار چطور باشه، چه چیزی نیاز هستش که رعایت بشه، آدم ها چه دیدگاه هایی دارن تو این موضوع، یعنی روی بحث روانی و شخصیتی این موضوع اصلا ما هیچ وقت صحبتی نداشتیم توی جامعهمون. از طرفی اومدیم یه ذره جلوتر، خودمون هم به واسطه فرهنگ و آموزش و تربیت هایی که داشتیم خیلی محدود بودیم راجع به این موضوع، سوالاتی نمیتونستیم بکنیم، راحت نمیتونستیم با همه صحبت بکنیم، بگیم که مثلا من این تجربه رو داشتم، خوبه یا بده، درسته یا غلطه. و این باعث شده که ما از نظر جنسی یه مردمی رو داشته باشیم که خیلی رندوم و شانسی دارن عمل میکنن برای انتخاباتشون و برای ورود به روابطشون. حالا هر شکلی از مهندس من الان شنیدم که توی روم و اسپاها و ماساژهای خیلی خفنی هستن که خانمای خیلی جذابی ماساژ میدن. شما از تجربه اونجا رفتن رو ذره بگو. من خیلی واقعیت با ماساژ کنار نمیام، خدا به خاطر اینکه آره من یه بخش روانی دارم که باید طرف مقابلم رو یه شناختی داشته باشم و اون رابطه، حالا حتی اگر دقیقاً اینو میخوام بگم. ما میدونیم بازم به خاطر این مسئله توی مملکتی زندگی میکنیم، ببینید با اینکه حتی دیگه زندگی نمی کنیم ولی واسه اونجا این فعل رو استفاده میکنیم، چون ما تو اون موندیم، تو اون قسمته. برای منم اینطوره، واسه مسئله یه رابطه، ایجاد رابطه حتما باید یه احساسی برام وجود داشته باشه. اینکه با ماساژ خیلی ارتباط نمیگیرم، یه آدم غریبه، یه کار دیگه، اصلا برای من جای اون رابطه واقعی رو نمیگیره. آقا چرا فکر بد میکنید؟ من صرفا آقا من چرا حرف بد میکنید؟ من یه ماساژ فقط گفتم. بدون هپی اندینگ نمیشه. نه ماساژ که شما بدون هپی اندینگ نمیری، ماساژور میخری. خب چه کاریه؟ شما میری ماساژ که به هپی اندینگش برسی. حالا من که شما میگی خیلی نمیدونم چیه، ولی ان شاءالله که حرف بدی نمیزنی. نه حرف بدی نیستش، یه خطر به خیره. ایشالله. آره. خب چیز سارا جون، ماساژورای ونکوور چه جوریه؟ شما میری ماساژ ونکوور نمیری؟ نه هیچ ایده‌ای ندارم. خدا وکیلی؟ منم که اصلا نمیرم دیگه، اصلا نمیدونیم چی هست. تو خانوما خیلی کمتره فکر کنم این قضیه که بخوان مثلا مثل آقایون این ور رو نگاه بکنن و این سمتا برن این کارا رو بکنن. فکر میکنم خانم‌ها خیلی بیشتر بار دارن، چه اینجا چه هر جایی. من فکر میکنم تو کل دنیا، حالا تصورم اینه که من مثلا یه چیزی بگم، میخواستم بگم که تو کل دنیا این بازار حالا ایرانی‌ها خیلی چیز میکنن که کرامت زن و فلان اینا، کل دنیا این بازار یه جور بازاریه که برای لذت مرده، یعنی بازاریابیش برای زنها خیلی کمتره. ولی داشتم فکر میکردم توی هلند، تو آمستردام، من اصلا این حرفتو قبول ندارم. یه قانونی هست، وقتی الان انگشتو گوش میکنی، گوش بیشتر لذت میبری انگشت؟ نه ببین، نه من نگفتم کی لذت بیشتر میبره، گفتم بازاریابیش برای لذت مردا بیشتره، یعنی اینکه مردا راحت تر میتونن برن دنبال اینجور چیزا، واسه زنا بازاریابیش سخته. نگفتم کی لذت میبره. وقتی داشتم این حرفو میزدم، یه لحظه وقتی داشتم اینو میگفتم خودم شک آوردم توش، چون توی اون رد لایت استریت آمستردام من دیدم مغازه هایی که آقایون پشت ویترین وایساده بودن. بابا الان اصلا ولی خب جای دیگه این امکان وجود نداره. یه سری سایت ها هستن، حالا من خیلی نمیتونم باز کنم، که اصلا شما آقایون میرن اونجا تبلیغ میذارن، بعد قیمت ساعتیشون رو مینویسن، بعد بقیه میان میبینن اوردر میذارن. نگفتم اصلا نیستش که، گفتم بازاریابیش برای آقایون بیشتره. پولشو خانوما میبرن، لذتش آقایون. مثلا اولی فنز رو شما بری نگاه بکنی، اولی فنز بیشتر برای خانوماست و خیلی پول در میارن، یعنی خیلی پول در میارن. من برای تست رفتم یه دونهشون عضو شدم اولی فنز، یکی از این خانومای چیز رو زیبا رو، بعد مثلا $3 $4 میدید عضو کانالش میشی و میتونی اکسکلوسیو ویدیوها و مثلا عکساشو ببینی.
بعد به محض اینکه وارد میشی اون پول رو میدی و میتونی دسترسی داشته باشی، این تو دایرکت شروع میکنه اطلاعات فرستادن که آقا اوکی من یه مثلا فیلم نود دارم که دارم این کارو با این تویزه بازی میکنم، مثلا $20 اگه میخوای ببینی $20 بده بیا ببین. دوباره یه روز بعد میگذره یه فیلم اکسکلوسیو گرفتم فقط برای 100 نفر اول مثلا $10. بعد من یه آماری داشتم میخوندم اینا یه عددی مثلا در حدود مایی حداقل 100-200 هزار دلار در میارن تا مایی 4-5 میلیون دلار. اصلا اعداد عجیب غریبه. مثلا اینجا یه مهندس سالی منم به مثلا فکر عملش افتاده بودم. آره الان اینجا مثلا یه منم عمل مهندس شدم دیگه ویدیو خودتون بذارم. میدونین دیگه، یه مهندس مثلا متوسط الان خود مهندس تو روم داره مثلا چه میدونم 140-150 هزار یورو در سال حقوق میگیره، ولی اینجا مثلا توی این بازار پولی که دخترها دارن در میارن هیچ کار خاصی هم نمیکنن، لخت میشن میان جلو دوربین مثلا با خودشون حالا یه سری حرکات انجام میدن یا حالا یه فیلمایی بازی میکنن با دوست پسراشون، همون دارن میان پابلیش میکنن و کلی پول در میارن. این ببین احتمالاً نمیشه همین شکلی ساده نگاهش کرد، نه قبول نمیکنم، حالا به اینکه خاطر بعدش چه اینکه اتفاقاتی میفته من نمیدونم از لحاظ روحی آدم چی میشه، ولی دارم میگم که الان توی این مارکت خب واقعا اون کسی که داره پولشو در میاره خانوما هستن، ولی خب مردم دارن لذتشو میبرن دیگه، میدونی به نظر من. واقعیتش به نظر من اینه که سابقه صنعت پرن رو شما نگاه بکنی، صنعت پرن خب جزو پردرآمدترین بیزینس ها تو کل دنیا حساب میشه دیگه. فکر میکنم تو ستای اول حساب میشه اگه اشتباه نکنم، میاد بعد کنار از نفت. قاچاق خب اسلحه و مواد و توی آدم. توی توی ده خب تا سایت پرترافیک اول دنیا 3 تاش مربوط به پرنه. یعنی فکر کن ترافیکش با گوگل و آمازون برابری میکنه. خب این یه زمانی هم مثلا بگیم خیلی سال پیش از علم روانشناسی، طبق حالا یه پادکستی من یه جایی از خانم دکتری شنیده بودم که بحث اینجاست که صنعت پرن از روانشناسی هستن، از روانشناسی زوجین یه جورایی انگار شروع شده و دیدن که اوکی میتونه خیلی پتانسیل بیشتری داشته باشه و از اون فیلم های سیاه‌سفید اوایل سینما شروع شده تا رسیده به امروز. خب توی این صنعت شما هر کسی تو این صنعت باشه درآمد داره. خب به غیر از مشتری دیگه هر کسی باشه درآمدش رو داره. شما در کل وقتی که نگاه بکنی به جامعه هدف این بیزینس ها ببینی که یه بخششون میشه مردهایی که خیلی به این موضوع بگیم نیازمند هستن، حرمی‌تر هستن، حالا هر اسمی که روش بذاری خواسته ناخواسته جذبش میشن. یعنی شما خیلی زوری نمیزنی که اینا رو بیاری. برای خانوما متفاوت‌تره چون اصلا عرضه و تقاضای این دوتا متفاوته. آقایون خیلی وقتا پیش میادش که خیلی بیشتر، نمیگم خانوما کم نیست طبعا یا خیلی کم، آقایون خیلی بیشتر به نظر من پیش میادش که تو شرایطی باشن که نیاز به این دارن یه جوری خودشون رو مثلا بگیم تخلیه بکنن، حالا نه صرفا جنسی، حتی اصلا از خود فقط نگاه کردن و لذت بردن. خانوم ها من حداقل با کسایی که مثلا حرف میزدم یه سریشون برای آموزش میرن نگاه میکنن، یه سری میرن ببینن که هنوز مثلا سالم یا نه، و از یه طرف هم هر وقت اراده بکنن، حالا تو ایران سخت این موضوع اما خارج از ایران هر وقت اراده بکنن دم دستشون هستش، خیلی راحت تر هستش این موضوع، میتونن نیازشون رو برطرف بکنن. آقایون این وسط مظلوم واقع شدن متاسفانه. مظلوم چی؟ اسمشون بعد در رفته که صرفا اونا تنها مشتری های این بازار هستن. یعنی شما اگر خانوم ها هم تو همین شرایط قرار بدید به نظر من یه جورایی نزدیکم، نه 100% 50-50 نمیشه تقسیم بار، اما نزدیکتر میشن به میزان کاربرهای آفا. خب مهندس من صحبت رو قطع کنم. ما هر اپیزودمون میخوایم حدود 30 دقیقه بشه، الان تقریبا 20 دقیقه شو اومدیم و بحث این جلسه‌مون خیلی جدی شد و ما می‌خواستیم ذره جدی طور نباشه، ولی خب حالا رفت، ولی دمتون گرم حرفای باحالی گفتین. حالا یه ذره تو این اپیزود این جدی بودن فاصله بگیریم بریم سراغ تجربه ها. سارا اول تو میگی یا مهندس اول تو میگی؟ یکی از تجربهاتون رو قشنگ باز کنیم، حرف سیاسی میاسی هم نه، قشنگ تجربه رو بگین، لذتایی که بردین رو بریم جلو. قشنگم باز کنیم که در حالا لفافه باز کنیم. آره دیگه در لفافه که یوتیوب فیلترمون نکنه دیگه، ولی قشنگ بگین دیگه، بگین هر کدوم 5 دقیقه 5 دقیقه‌شو امروز میگیم، بقیه‌شو تو حالا اپیزودهای بعدی صحبت می‌کنیم، ولی امروز نفری 5 دقیقه صحبت بکنیم ببینیم به کجا قرار برسیم.
اول کدومتون صحبت خب میکنید؟ من ترجیح میدم که مهندس شروع کنه. نه مهندس من شروع کنم. سارا نه سارا دفعه قبل مهندس اول شروع کرد، دفعه تو اول باید شروع کنی. 5 آخه دقیقه. من هیچ ایده‌ای ندارم، نمیدونم چی باید بگم. اصلا ایده نمیخواد. اولین رابطه، یکی از جذاب‌ترین رابطاتو تعریف کن. چی بوده، چه جوری شروع شده، چیکارا کردین؟ تو در 5 دقیقه. حالا میتونه کامل نباشه چون احتمالاً تو 5 دقیقه نمیشه، ولی حالا یه تیکه‌ایشو بگو، بقیه‌اش هم میفته برای اپیزودهای بعدیمون. نمیدونم خب چی جوری بگم، مثلا چه میدونم، نمیدونم، از من شروع نکن. خب مهندس ایده نداره، بگو حالا دفعه بعدی خود چیز می‌کنه. خب. 5 دقیقه شد من میگم، باش. بعد سارا میگه اون وقت. باش. خب ببین من ببینید اول بیاید یه چیزی یه لحظه مشخص بکنیم. هیچ بحث تعریف و بحث مثلا بگیم افتخاری وجود نداره دیگه. داریم رزوممون رو بیان میکنیم. رزومه هر آدمی هم کسب و کار و شانسشه دیگه. قصد نبوده که این اتفاقات بیفته تو زندگیش، پیش اومده. پس من هم با همین شرایط میگم من یه ذره رزومم پروفیمونه، به خصوص فکر کنم سال 90 مثلا 2-3 رو اگه در نظر بگیری تا 98 من یک تایمی رو به خودم میگم که تایم دارک من بوده و من خیلی خارج از چیزی که عرف معمولی همه انجام میدن، یه ذره خارج از اینا چیزهای دیگه ای هم تست کردم. خب چیزهای دیگه که تست کردم میتونه شامل حالا کاتگوری اگر بخوایم بگیم مثلا تریسام، اوکی، یه چند تا شکل مختلفش نمیشه یه سری چیزا رو بیان کرده. شکل‌های متفاوتی رو تجربه کردم. میتونم خوبش رو بگم، میتونم بدش رو بگم. کدومو بگم؟ خوبش رو بگم. خب. بهترینش یه زمانی بودش که من یه جایی کار میکردم و خیلی هر وقت دلم میخواست نمیرفتم. من 2 تا دوست داشتم. بذارید اینجوری بگم. من اول با یه دختر خانمی دوست شدم، بعد یه تایمی گذشت کات کردیم و خیلی شرایط عجیب غریبی پیش اومد و من با مادرش دوست شدم. یه تایمی گذشتش و اصلا ارتباطاتمون قطع شد و خیلی فاصله گرفتیم تا یه شب اینا به من زنگ دادن گفتن که بریم شمال. خیلی اصلا یهویی و عجیب غریب و گفتم که من زنگ دادم گفتم که فردا نمیام سر کار، فردا احتمالاً نمیام. نرفتم سر کار. مایک فکر میکنم میدونه کجا من کار میکردم اون زمان. بله. بعد آره و من همون بعد از ظهرش گفتم که من کافه بودم، بیاید دنبالم بوده. هیچی هم وسیله نداشتم، از ذوق جوانی بود که فقط رفتم و رفتیم. جزئیات جنسیش رو خب یه چیز که پیش میادش رو خیلی روش بحثی نمی کنیم. بود روانی خیلی خوب و عجیبی برای من. یه ذره اتفاقا یه دفعه اشاره کن با مادر و دختره رفتی رابطه همزمان با جفتشون داشتی؟ بله آو. و اون خیلی هم عالی. اون قبحی که دیدم بینشون از بین رفت، اون چیزی که رفتاری که در کنار هم داشت. اولین باری بود که همچین چیزی رو داشتن تجربه میکردن و یه جورایی کار لجبازی بود که داشتن این کار رو میکردن. بیشتر با همدیگه لجبازی داشتن و داشتن این کار رو میکردن. من اون وسط راضی بودم، اما برای من دری رو باز کرد تو ذهنم که این در به نظر من برای آدمای نرمال که تا یه رابطه این شکلی رو تجربه نکنن قفله، که شما یه ذره که از بعد فقط جنسی خارج بشی میبینی که یه بعدهای روانی هست، همون چیزی که ریشه فتیش‌های مختلفه. خب آدم نمیدونم با اقسام چیزا تحریک میشن. یه بعدی رو من پیدا کردم که شما میتونی از رفتار طرف مقابل یا طرفین مقابل یه اوجی از تحریک شدن رو حس بکنی. خیلی تجربه متفاوت و عجیبی بود، هم خوب بود هم بد در عین حال. تاثیرات مثبت داشت، تاثیرات منفی داشت. به شخصه پیشنهاد نمیدم هر کسی اینو تجربه بکنه، اما خیلی جالب بودش. امیدوارم تبلیغ حساب نشه. برای شخص من خیلی جالب بود. خیلی هم عالی. خیلی عالی. نه اینکه همزمان با یه مادر و دختر همزمان رابطه داشتی، یعنی من دو تا دوست صمیمی هم داشتم. یعنی اصلا اونایی که شام‌ها ارتباط
نزدیکی با هم داشتن یه ذره برای من متفاوت‌تر بودش. خب عادی هم بوده، پیش اومده که مثلا مهمونی بودیم و یه اتفاقی افتاده و حالا پیش اومدش، اوکی. اما این یه بعد دیگه ای ایجاد کردش. ایوه خیلی هم عالی. خب تو احتمالاً داستانه جذابی داری، الان نگردار داستانتو. خب بریم پس سراغ من سارا. فکر میکنم من باید این وقتمو دوباره بدم به مهندس، چون وارد یه فازی شدیم که من شما داری در میری. نه اصلا میگم وارد یه فازی شدیم که من هیچ ایده ای ندارم. ما و نه، خب تمام تو کسایی که گوش بدن قانعیم به هر چیزی شما بگی. نه اصلا این من اصلا داشتم داستانا فکر میکردم چی باید بگم. مثلا مال من دیگه مثلا نهایتش این بود که مثلا حالا یه دوره‌ای بود، نمیتونم بگم مثلا دوست پسر، خب یه رابطه هایی داشتم، بعد یه رابطه های همزمان، مثلا بعد از ظهر پیش یکی بودم، بعد اون یکی زنگ میزد میگفت شب بیا پیش من. بعد خب دیگه مثلا دیگه جونی نداشتم، ولی میرفتم مثلا یکیشون رو دوست داشتم، یکیشون هم منو دوست داشت. میدونی مثلا رابطه ها، میگم دیگه چون برای من رابطه احساسی خیلی مهم بود. بعد توی وضعیتی بودم که یه مدت یه تایمی شاید حدود یه سالی من توی همچین وضعیتی بودم. بعد واقعا هندل کردنش سخت بود، هم از نظر روانی هم از نظر جسمی، ولی من دلم میخواست و دوست داشتم. با اجازه مایک من سوال بکنم. خواهش میکنم. نه خیلی شما داری کوتاه و سطحی بهش اشاره میکنی. بیاین بگیم چیزی که جالب بوده، مثلا تجربه اصلا با همون یه نفر. خب یه تجربه جالب، مثلا نمیدونم خامه شکلات سس تست کردیم، یا نمیدونم مثلا جایی که مثلا عرف نیستش. جایی که عرف نیست، مثلا جایی که عرف نیست، مثلا تو خونه وقتی که اعضای خونه تو بقیه اتاقا خواب بودن، بعد آره، بعد مثلا یواشکی اومدن و خب میدونیم ما تو ایران همیشه این مشکل رو داشتیم، فکر کنم هنوزم داریم، مشکل مکان داریم، مشکل نوع روابط، رفت آمدها داریم، همسایه ها میبینن. ولی من مثلا این گزینه رو داشتم تو خونه خودمون، وقتی بقیه اتاقا خواب بودن، ما مثلا من شب پسر می آوردم خونه، مثلا دوستم می اومد، بعد مثلا چیز میکرد که شام چی بگیرم چی میخوری، مثلا میگفتم فلان چیز، مثلا کباب با نوشابه، چه میدونم اینا. بعد شام هم میخوردیم تو اتاق. بعد چجوری میآوردی غذا رو بالا؟ صدا چی؟ غذا که اون می آورد، از بیرون می آورد. خب نه، از کجا میآوردیش تو اون وقت؟ همین دیگه، تو اومدن یه داستان، رفتن یه داستان، همسایه ها، اهالی خونه. الان صدا و اینا چی؟ خب همین رو دارم میگم. میدونی مثلا میدونی اون ترسش، لذتش، میدونی مثلا چه میدونم یه وقت یکی پاشه بره مثلا شب نصف شب یکی پاشه بره سرویس بهداشتی مثلا، بعد تو اتاق مثلا صدا، چه میدونم صدای تخت، سخته که خب همه چیز سخته، ولی خب میدونی مثلا لذت بخش بودنش. شاید هفته‌ای مثلا یه بار 2 بار این داستان رو داشتیم. آقا خیلی خیلی داستان شما دو نفر باحاله، ولی تایم نداریم دیگه، باید یه جمله بگین ببندیم، ولی فکر کنم اپیزود بعدی اپیزود باحالی بشه. قشنگ داستاناتون آماده کنید، پارت بای پارت، هر کدوم یکی یه دونه میریم جلوتر. حالا احتمالاً یه 2 جلسه خودمون بریم، بعد مهمون اضافه میکنیم به اپیزودهای بعدیمون. کلا میخوایم کسایی که این اپیزودا رو میشنون هم خوشحال بشن، هم ناراحتی‌ها رو ببینن، هم اتفاقایی که میفته رو ببینن، هم حال کنن، هم تحریک شن، هم لذت ببرن، هم قصه بخورن. کلا میخوایم واقعیت‌های زندگی رو توی قالب که شاید راحت نشه تو ایران در موردش صحبت کرد و ما در موردش صحبت کنیم و به نظرم خیلی باحاله. خب یه جمله بگین و این اپیزودو ببندیم. سارا اول تو بگو. همش من
تو هم که از اول تا آخر فقط گفتی نمیدونم چی باید بگم. بعد به حرف زدن که میفته قشنگ تعریف میکنه. مهندس تو بگو اول بعد سارا میگه. خب من چیزی که اولش گفتم اون دوست دارم دوباره تکرار بکنم که اینجا ما داریم نظرات شخصیمون رو میگیم، یه سری تجربه شاید به یه سری اضافه بشه، یه سری نقطه نظر رو، زاویه نگاه دیگران رو بتونن ببینن و مقایسه بکنن که مال ما چه شکلیه. با این دید امیدوارم همه هم شنونده این صحبت باشن، هم ما بتونیم با همین شرایط ادامه بدیم که در کنار قسمت‌های حالا جذاب و خوبش بتونیم یه سنگ محکی برای یه سری آدمان باشیم و یه خروجی شاید مثبتی روی یه نفر حداقل داشته باشیم. بیشتر شده مهندس لعنت بهت مادر، مهندس لعنت بهت مادر و دختر و لا اله الا الله. بگو سارا. دقیقا خواستم بگم ما چیزایی که ما اینجا میگیم و لطفا تو خونه امتحان نکنید. حرفایی که ما میزنیم دلیل بر درست بودن نیست، ما فقط داریم تجربه‌مون رو میگیم. شما بذارین به حساب آگاه سازی، چیزی که ما توی سیستم آموزشی ایران نداریم و دسترسی بهش سخته. ما نمیگیم این کار درستیه، همین جریان مادر و دختر، جریان رابطه با دو نفر همزمان، اینا چیزای حالا من خودم بگم چیزای قشنگی نیست، ولی به هر حال به وجود اومده اتفاقی که افتاده. اینا همش انحرافات جنسیه. لزوما نمیخوام بگم بده یا خوبه، ولی طبق تعریف WHO سازمان بهداشت جهانی، هر رابطه جنسی که شما داشته باشی با بیش از یک نفر، یا مثلا تیریسام داشته باشی یا همزمان با 2 نفر داشته باشی رابطه، اینا از دید سازمان بهداشت جهانی این بهش میگن انحراف جنسی. ولی معنیش این نیست که بده یا ایلیگاله یا هست غیر از این. فقط تو تعریفش نمی‌کنیم. آره فقط تعریفش. فقط و لطفاً این کارها رو تو خونه امتحان نکنید. آره اینا خطرناکه. اینا دست نزنید به جیز میشین و اینکه فقط بشنوین و لذت ببرید و بخندید. آره تو که اصلا مهندس تو دیگه چیزی، تو اصلا حالا باید داستاناتو قشنگ تعریف کنی برای ما. حالا بخشی از داستاناتو رو من میدونم ولی فکر کنم بقیه باید بیشتر بدونن. واقعا چقدر خوشحالم که تو از ایران رفتی، یعنی تو اگه از ایران میموندی نسل رو به گاه میدادی. نزالت من میتونستم فرهنگسازی خوبی داشته باشم و دعا بکنم به جون. بله شما قشنگ پایه‌هاتو خوب درس خوندی، قشنگ پایه‌های محکمی داری توی حوزه. اصلا فرهنگسازیش جالبه. آره در سرویس خیلی هم عالی. اوکی حالا تا اپیزود بعدی مواظبت خودتون باشین. اپیزود بعدی حالا من نمیدونم الان من نمیدونم ونکوور روم روز و شب دیگه. روز و شبتون بخیر دیگه، مواظب خودتونم باشین. سلامت. خدا نگهدار. قربون شما، خداحافظ.